وقتی حرف از شاه میشه یعنی لقبی بالاتر از بهترین، شماره 1 سلطان و حتی دست نیفتنی ترین و اون کسی نیست جز پله. وعده که بهتون داده بودم بالاخره فرا رسید. وقتی که بهتون میگفتم پکای چرت و پرت رو باز نکنیم، پک میادش که کارتش 110 میشه اوورالش، الان داریم بهش میرسیم. ببین انقدری پک خفنه که هیچی نمیتونم بگم. پوشکاش یه طرف، کرویف یه طرف، پلر یه طرف. از آقا پوشکاش شروع میکنم با این چهره زیبا که واسه اولین بار اومده توی فوتبال. بال کنترل، فینیشینگ، کیکینگ پاور و فیزیکش بوسترای این بازی کنه. سی اف رو ای بازی میکنه، ویک فوت رو های، هدینگ، لانگ رنج کرولر، لانگ رنج شوتینگ، فری تایم شات، اوتساید کلر و فنومنال پاس داره این بازی کن که به احتمال خیلی زیاد به اوورال 106 میرسه. و اما آقا کرویف عشق با این چهره زیبا، با بوسترای بال کنترل، دریبلینگ، مالکیت تو و لو پاس که روی سی اف اس اس وینگر چپ، وینگر راست، ای ام اف رو ای بازی میکنه، ویک فوت وری های، بوستراش هم آکروباتیک فینیشینگ که برگردونی راحتی میتونه بزنه واسهتون، مهارتای دریبلینگ خوب داره، مومنتوم دریبل داره، اوتساید کرلر هم داره. این بازیکن ببین باید دستت بیاد بازی باهاش که به احتمال خیلی زیاد به اوورال 106 هم میرسه. و اما سلطان ای فوتبال که به قول خود ای فوتبال کینگ فوتبال، شاه فوتبال، با 2 تا مهارت خفن برای اولین بار، کارتی که 2 تا مهارت خفن و اسکیل خفن داره، فنومنال فینیشینگ و فنومنال پاس، برای این عشق با این چهره زیبا. وای حاجی نمیدونم چجوری این ویدیو رو در بیارم، اینقدر حال میکنم با این پک. بوستراش بال کنترل، دریبلینگ، فینیشینگ و بالانسش، ویک فودش وری های، هدینگ، دبل تاچ، فلیپ فلپ، لانگ رنج کرلر، فریست تایم شات، فنومنال فینیشینگ و مهارت های پاسش روی سی اف و اس اس و ای بازی میکنه و به احتمال خیلی زیاد به اوورال 109 هم میتونیم برسونیمش. توی این پک مثل پک های قبلی 150 تا بازی کنه که 3 تاشون خفنن، یعنی تغییری توی این فرمت ایجاد نشده. یا علی مدد 900 رو میزنیم واسه پله. پک اپیک ورد کلاسیک برام پدرت، یعنی یه شایعه هایی در اومده بود که این کارت 3 بوستره میشه، یعنی اولین کارت 3 بوستره ای فوتبال میشه که اولین کارت 3 بوستره نشد و خیلی دوست داشتم 3 بوستره باشه کارت پله. آقا 900 رو بعدیو میخوام بزنم به عشق بچهای کف برزیل پایین شهر. یا علی مدد. ببین ممکنه توش پله باشه، یعنی ممکنه از بیرون خوب نباشه. پدر سگ بده دیگه 20 تابو. ببین وقتی نمیده شما برای اینکه پله رو بگیری میای تو ترکیب برمیگردی، الان میای 900 رو میزنی. اگر یک کدوم از اینا رو نداد من اسممو ای برام پدرت لعنت آقا شرف ما رو بردی کسافت. از پشت شبیه مسی حاج. آقا من 100 میزنم دیگه، اصلا چیه هی 900 میزنی؟ 100 بزن داداش، بخواد بده میده. ریچارد حاجی من واقعا اعصابم خورده، من نمیدونم چرا. به خدا حاجی پی تو وینه دیگه بابا. دارید ما هر پکی بازی میکنیم اون آخر میدی نشد یه بار قبل از یا اون زمان. یا خود پله، خدا بیامرزتت. یا اول فضل، تو رو خدا، تو رو حضرت عباس چیه به من دادی؟ 3 تا 5 ستاره داد دمت کرد. خب ببین الان خیلی خوب داد، شما 100 رو میزنی چون الان دیگه نمیده. من مطمئنم اینجا پله نمیده. خب تب کن دیدی. ببین 900 رو بزن دیگه، اصلا واسه یه پله شما هر چقدر هم 900 بزنی بده اون صاحب مرده رو، یکی از اون بهترینا رو بده 20 صاحبا. تو که آخه نمیخوای بدی، چرا گذاشتید 150 تا بازیکن 900 بزنی؟ یه دفعه بگو 12000 تا بدین پله رو بگیرین دیگه. بزن غرق تو تباهی معلق بی فردا. یا اولفز، یا حضرت عباس پوشکاش، یا علی مدد پوشکاشو گرفتی واسه اولین بار تو زندگی باشی. پوشکاش توی فیفا بود، پوشکاشو ما نداشتیم. حتی من به نظرم تو پسم یادم نیست داشته باشیم پوشکاشو. عشق من. حالا بریم پوشکاشو لول اپ کنیم تا ببینیم به اوورال چند میرسه. به 99 میرسه، با بوسترش میشه 100 که اگر بیاد تو به جای وینیسیوس به 105 میرسه. ولی اگه شما میخواین اوورال پوشکاش 100% به 106 برسه باید بوستر استرایکر رو بهش اضافه بکنید. حاجی فینیشینگش 98 با بوسترش میشه 100. فینیشینگ 100 نداشتیم تا الان. شوتشو نگاه داره میزنه بیرون از جدول اون.
مثلا ببین ویدیوهای پک اوپنینگ هم دقیقاً مثل ویدیوهای سالار ریویوز بررسی ماشیناست، دقیقاً مثل اونها حاجی. بابا 100 بزن حاجی، فکر کن با 100 پله رو بکشی بیرون، هر کی با 100 پله رو بکشی بیرون خدایی دیگه ترس میده. بابا بزن 900 سگ پدر رو دیگه بده پله حاجی، پله که روی تو یکی بده. یا حضرت عباس، یا ابوالفضل، یا علی مدد، پله باشه کار تمومه، پله باشه کار تمومه، یا علی مدد شماره این برزیل، سلطان فوتبال و فوتبال و تمام دنیا. پله دوست داشتنی واسه اولین بار توی گیم به مناسبت 30 سالگی. داشتی رو فکلات تا خافه گلاک فقط تو کالدافه. یه تیزر معرفی مختص به پله میذاشتی خاک تو سرت کنن. حالا که بهترین بازیکن این فوتبال گرفتیم، میریم تا ببینیم اوورالش به چند میرسه. میشه 101 با بوسترش 102 که اگر دقیقاً بیاین مثل من بوستر استراکر رو روش اد بکنین به 103 میرسه که اگر بیاد توی ترکیب به جای دل پیرو به 107 میرسه. ولی از اونجایی که مدلمون نمیومد که رونالدو سلطان قلبا بیرون باشه، پس امام رو میندازیم بیرون و رونالدو وارد ترکیب شد که در صورتی که بکنبار سرمربی باشه و روی لانگ بال بازی بکنین به 108 میرسه. یعنی ما بکنبار نمیخوایم. بده کرایفو بده بابا، بده بهمون خوشگله رو بابا، کرویف عشق منو بده. حاجی الان خوب حالا کرویف نباشه تو حضرت عباس، نه خودشه با اون لباس نارنجی دل بر شماره 14 عشق. خوش اومدی به تیم بابا، بیا برو دیگه. نه غلط کردم. حالا میریم سراغ کرویف تا لول اپش کنیم ببینیم اوورال چند میرسه. به 100 میرسه با بوستر 101 که اگر بیاد تو ترکیب به جای نیمار به 105 میرسه. ولی اگه شما میخواید 100% به 106 برسه باید این بوستری که روی صفحه هست رو بهش اضافه بکنین. حاجی صبر کن، این کرویف با کرویفی که من داشتم و 101 بود اون هم چه فرقی داره؟ این کرویف جدید دریبلینگ و بال کنترل و لو پاسش و اینا بیشتره، قبلی فینیشینگش بیشتر. حالا با ترکیبی که از پله، پوشکاش و کرویف چیدیم به سمت بازی اول میرویم. هر قدم دلتو بده دست من. دیویژن 2 رفته. این از ترکیب ما هم ترکیب حریف. یا ابوالفضل تو. آقا کاشته پله چنده؟ پوشکاش 89، پله 89، کرویف 89. بده پله بزنه. پله با چپ بود؟ با راست بود آجی. از همینجا میخوام بزنم بره تو گل. یا علی مدد، یا علی مدد، کاتو میده، کاتو میده. توی دروازه است بابا پله. بگی جلوشو اینترنت داره، بگیرش یا ابوالفضل میده پوشکاش میچرخه، رونالدو رو میندازه اونجا، پاس دوباره اونجا، پوشکاش به خود پله میچرخه، پله شوتش باریکلا گل بابا، نمیذاره به دقیقه بکشه. آجی ببین پا به توپش ریزترین پا به توپ و سریعترین پا به توپی که میتونه پیدا بکنی. وای بگیرو به صحاباتی که نمیذاره به دقیقه بکشه. پاسو میدیم اونجا به پله بیرون پای خوشگل، این پله میره چی بشه اونجا. حاجی پوشکاش اینجا هیچ کاری نمیکنه. برو ناموسن برو پوشکاش ناموسن تو جون داداش. پله خدایا. حاجی ببین خیلی خوب بازی میکنه پله. الان میخوام بدم پوشکاش بزنه. خب 89 اونم 89 بود ناموسن. خب ببین سلکت نمیکنه وقتی داره اینجوری میکنه. خب میخوام بزنم مثل بیل پاشو کشید زیر توپ. نیمه اول خیلی خوب بازی کرده بودیم ولی حریف داشت به ما غالب میشد، دفاعمون اصلا خوب بازی نمیکرد. بعد این بازی رو میبردیم. آخ یا امام زمان بلند شو ناموسم. عالیه با 2 تا انتن داریم بازی میکنیم. عالیه. پوشکاش اصلا یه لیگ دیگه است. خدا وکیلی. واسه میرسونیم اونجا پله شودش کن پله بابا بدون استاپ بزن ریدم تو این نت. واسه قشنگو بده رسون رونالدو به پوشکاش ناموسن گلش کن ناموسن بیسانت. چی باورم نمیشه دکمه هایی به دستا رو دارم میزنم نمیخوره اصلا. بازی اول به خاطر اینترنت مزخرف ایران 3-2 الکی میبازیم. پس تصمیم گرفتیم ترکیب رو عوض کنیم و پوشکاشو یه مقدار بیاریم عقب‌تر تا ببینیم چین پله و رونالدو چیکار میکنه. معرفی دوم تا دیویژن 2 رفته اینم. این از ترکیب ما هم ترکیب حریف جویه. هم نت بده هم دسته یاری نمیکنه. کلا دکمه رو میزنه 10 ثانیه بعد پازر رو تازه میخواد بده. نت فیبر داری، فیلتر میزنی، نتت میشه LTE. سرعتش خیلی جالبه. رونالدو پله رو بعد راه بندازه، پله پوشکاشو بعد راه بندازه، پوشکاش میزنه، بالاخره گل میزنه پوشکاش. شادی گلشو میخوام ببینم کثافت. ناموسم ببینم، ناموسم جان پدرتون. یا حضرت باز پنالتی اند خدا لعنتت کنه. یعنی ابوالفضل اگه این گل بشه فنداک ریدم دهنت. یه جای ترکیب میلنگید و اون هم فاصله زیاد پله و رونالدو از هم بود.
اصلا هماهنگی تیم 100 از 100. تیم اون واقعا خوب بازی نمی‌کرد و پوشکاش اونجا عملاً نمیدونم چیکار داشت می‌کرد. ترجیح دادم رونالدو رو اس اس کنم و پله رو سی اف. شاید فرج میشد. ولی پله نباید برگرده. نیست که من متوجه شدم پله باید کانتر تارگت بمونه. رونالدو بزنه ناموس. پله قشنگه. رونالدو به پله میرسونی. پله گیریم قشنگه. شوتش وای. آروم بکش. شده بزن رونالدو. که بزن. بابا بزن تو چارچوب. میرسونه پوشکاش پله میرسونه پله تموم میکنه کارو پله. بالاخره گل میزنه. وای بیا اینورش یا ناموسم بپر. چرا با دیلی میپری؟ من نمیفهمم. شوت زده گل شده تازه میپره. پله شوتش کن. پله نشستم به در نگاه میکنم. بده اینجا سری بده عقب بزن کرایف. وای یه بار دیگه کرایف خالیه. خیلی بد است. هم خیلی داغونه. پلو و پوشاش تونسته بودن تیمو نجات بدن از باخت، ولی به خاطر اینترنت بعدی که داشتیم بازم مساوی کردیم و نتونستیم ببریم. اما قبل از اینکه بریم سراغ بازی سوم دوباره رونالدو و پله رو به هم دیگه نزدیک کردیم و رونالدو رو اس اس و پله رو سی اف کردیم. علاوه بر اون جای کرویف و مسی هم عوض کردیم. پس حالا سمت بازی آخر یا بازی سوم میرویم و معرف آخر دیویژن 2 یا علی 3000 ترکیبش از من قوی تره یا امام زمان. از اونجایی که احساس خطر کردیم پس پاتریک ویرا رو به سی بی تبدیل کردیم و به جای پویال روبرتو رو آوردیم. باورم نمیشه 2 آنتنم یارو 5 آنتنه است. پاس بده اونور. پاس بده اون پوشکاش. خدایا من نمیدونم چیکار کنم با دست اینا. یا پاس پوشکاش کاتش. اونو بگی داره میره. بیا سرعت از خوبه کمک. اوه شت. بابا رو بزن تو اینجا نمیکردی ماما. آها پاسو بده اونجا پوشکاش برو دیگه بابا. پله خودش اونجا توپ رو میگیره بالاخره. اینقدر بهش پاس ندادم بنده خدا خودش توپ رو میگیره اونجا. پله شوت پله. هولی شت. بده پله بره. حاجی چه شوتایی میزنه. پله همونو شوت میکنه. وای چه شوت هایی میزنه پله. حاجی ببین باگه شوتاش قشنگه. پله حرکت قشنگش پله شوتش میکنه بالاخره. وای نیمه اول خیلی خوب بازی کرده بودیم ولی دروازه‌بان حریف سگ‌تر از این حرفا بود که بخواد گل بخوره. شوت کن پله. گل ها باریکلا بالاخره میزنه گل رو. جونم ببین عشق. حاجی رو دستش کیکینگ پاور و پاور شات نداریم توی فوتبال. یارو تازه از من قوی‌تره. ترکیبش از من 3 تا بیشتره. پاسشون اونجا به رونالدو. پله حرکت میکنه رو به پشت. پله شوت قشنگش. جونم پله چه پا به توپی. چه افس توپی شوت پله. و تمام. با تشکیل زیبای پله و بهترین بازیکن زمین شدنش بازی آخر رو 1-1 میبریم. این پک ارزش خرید داره بیکنار، ولی تا زمانی که نتتون درست نیست با 2 تا آنتن هیچ وقت بازی نکنی.